نوای نی، برنامه شماره 33. نویسنده محمود شاهرخی. گویندگان فیروزه امیرمعز رموئینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و محمد گلریز تنظیم گردیده. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده برنامه محمد مهدی سلیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام بزرگ پروردگار عظیم که پشتوانه توفیق هر کار است و کلید گشایش ابواب مشکلات و اسرار، و درود متصل و تحیت و سلام متواتر بر انبیاء مرسلین و اولیاء صدیقین که صفت عالم وجودند و واسطه جهان غیب و شهود. آسان گل باغ مدعا نتوان چید، بی سرزنش خار جفا نتوان چید. بشکفته گل مراد بر شاخ امید، تا سر ننهی به زیر پا نتوان چید. از این پیش سخنمان بدانجا رسید که مولانا برای ممارست و تحقیق علوم و درک محضر بزرگان علم و معرفت و تکمیل نفس به حلب رفت و چندی در آن سامان بزیست. اینک به بقیه ماجرا باز می رویم و رشته سخن را از سر می گیریم. چنان که یاد شد، مولانا چندی در حلب مقام کرد و مصاحبت بسیاری از دانشمندان و مشایخ بزرگ طریقت درک نمود. اما بعد از چی از حلب عنان عزیمت به سوی دمشق کشید تا در آن نیز بر دانش و بینش خود بیفزاید و از دیدار بزرگانی که در آن خطه مقیم بودند بهره برگردد. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. مولانا به دمشق درآمد و چنانکه شمس الدین احمد افلاکی در کتاب مناقب آورده، علما و اکابر شهر هر که بودند او را استقبال کردند و در مدرسه مقدسیه فرود آوردند و خدمات عظیم کردند. مولانا را در دمشق موهبت دیدار بزرگان علم و معرفت و ناموران عرفان و طریقت از جمله محی الدین عربی، سعدالدین حموی، عثمان رومی، اوحدالدین کرمانی و صدرالدین قونوی حاصل آمد و از مجلس و محضرشان بهره ها جست و فیض ها برد. بلبل از فیض گل آموخت سخن
ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اما بزرگترین حادثه‌ای که در دمشق رخ داد و زندگی مولانا را از بنیاد دگرگون کرد، دیدار وی با اعجوبه دوران و فرید زمان شمس الدین تبریزی بود. وه که نقشبندان قضا و قدر را در پرده چه طرفه‌کاری هاست و چه اعجازگری ها. این دیدار شگفت دیداری بوده است که شرح آن به وصف در نیاید. صنما جفا رها کن، کرم این روا ندارد. بنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد. ز فلک فتاد تشتم، به محیط غرقه گشتم. به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد. همه عمر این چنین دم نبوده است شاد و خرم، به حق وفای یاری که دلش وفا ندارد. به از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی. چه غم است عاشقان را که جهان بقا ندارد. ز چه رو ز وصل دلبر همه خاک ها شود زر، اگر آن جمال و منظر فر کیمیا ندارد. ز فلک فتاد تشنم، به محیط غرق گشتم. به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد. یا
به از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی. چه غم از عاشقان را که جهان بقا ندارد یاران. چه غم از عاشقان را که جهان بقا ندارد. هرچند که تذکره ها اکثرا دیدار مولانا را با شمس در قونیه ذکر کردند، چنان که از این پس بیاید، اما از خلال مقالات شمس و نیز از کتاب مناقب افلاکی چنین برمی‌آید که شمس الدین تبریزی همزمان با اقامت مولانا در دمشق در آن سامان بوده و او را با مولانا دیدار دست داده است و قرینه‌هایی نیز این مطلب را تأیید می‌کند. اینک نقل افلاکی از این ملاقات. روایت کردند روزی در میدان دمشق سیر می‌کرد. در میان خلایق به شخصی عجیب مقابل افتاد که نمد سیاه پوشیده و کلاه نمدی بر سر نهاده گشت می‌کرد. چون به حضرت مولانا رسید دست مبارکش را بوسه داد و گفت: ای صراف عالم معانی، ما را دریا. و آن حضرت شمس الدین تبریزی بود. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آ که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. به ظن غالب مدت این دیدار دیر نپایده و شاید شمس الدین که موجودی آگاه است و از اسرار راه با خبر، چنین مصلحت دید که این ملاقات کوتاه باشد تا آتش اشتیاق را در مولانا تیزتر کند و او را برای یک دگرگونی بنیادی مهیا سازد. از این رو با یک تصرف معنوی در روح مولانا رخ نهان کرده و در حجاب غیبت متواری شده است. آفتابا ترک این گلشن کنی، تا که تحت الارض را روشن کنی. جمله ارباب معنی و اصحاب حقیقت برای طی مدارج کمال و وصول به مرتبه قرب و وصال از طی 3 مرحله ناگزیرند که آن در زبان قرآن مجید به علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین تعبیر شده است. یعنی هر کس را شور و سودای کمال و وصول به مرتبه انسانیت در سر است، ناگزیر باید از این 3 مرحله بگذرد. اول آگاهی و دانش به دست آورد، سپس به مدد آگاهی در پدیده ها تأمل کند و سرانجام حقیقت را دریابد که این را به گونه تمثیل بهتر میتوان بیان داشت. فرض کنید انسان از دور دودی را مشاهده می کند
از آن در می‌یابد که در آن مکان آتشی افروختند. این مرحله نخستین علم الیقین است و چون به نزدیک آتش رود و آن را ببیند و گرمیش را احساس کند، این مرتبه عین الیقین است. و اگر در آتش افتد یا قسمتی از بدنش با آتش تماس حاصل کند و سوزش آن را بچشد، این مرتبه را حق الیقین گویند که بین او و حقیقت دیگر حجابی موجود نیست. تا نسوزی نیست آن حق الیقین، این اگر خواهی در آتش در نشین. مولانا به طور دقیق این 3 مرحله و 3 مرتبه را طی کرده و با آگاهی و شعور تمام این راه را پیموده است. چنان که خود گوید: حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. او نخستین مراحل عمر خود را با سعی و کوشش تمام صرف دانش اندوزی و کسب علم کرد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار ننمود تا بعد از پدر به خدمت برهان الدین رسید و در پرتو انوار معنوی آن عارف حق پرست به مرتبه عین الیقین رسید و ابواب معرفت به روی دلش باز شد. اما آخرین مرتبه وصول و رسیدن به معراج حق الیقین را در پرتو انوار جان بخش اشراق شمس الدین پیر و مراد خود به دست آورد و به مرحله یقین رسید. درد و خون دل بباید عشق را، درد و خون دل بباید عشق را، قصه مشکل بباید عشق را. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وا کن. عشق را دردی بباید دید دوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز. ذره عشق از همه آفاق به، ذره درد از همه عشاق به. درد و خون دل، آی درد و خون دل بباید عشق را.
دردی بباید دیده دور عشق را دردی بباید دیده دور آه جان را پرده در گه پرده دور ذره عشق از همه آفاق ذره درد از همه مشتاق ذره عشق از همه آفاق ذره درد از همه عشاق درد و خون دل بباید عشق را قصه مشکل بباید عشق را آری ای عزیز، عشق را کیمیاکاری بسیار است و اعجازگری ها بیشمار. هر آن کس را که جذبه‌ای از این آتش هستی سوز نصیب آمد، خرمن وجودش را به خاکستر بدل ساخت و از خان و مالش آواره ساخت. عشق مجاز با مجنون چنین کرد. بنگر تا عشق خالق همه زیبایی ها و رنگ و بوها با جانهای آگاه و دلهای حساس چه خواهد کرد. دیگر بار از مسیر اصلی سخن دور افتادیم. اینک این لفظش را به عذر ایستادیم. ناگزیر آن عزیز دوران را در دمشق به حال خود می‌گذاریم و بقیه ماجرا را به مقالتی دیگر محول می‌داریم. در خواب خیال یار خود می‌دیدم و از باغ وصال او گلی می‌چیدم. مرغ سحری ز خواب بیدارم کرد. ای کاش که بیدار نمی‌گردم. شرح این هجران و
این هجران و این خون جگر این زمان در اینجا سخن را به پایان می‌بریم و از شنوندگان صاحب نظر و گرامی پوزش می‌طلبیم. برای همه عزیزان سعادت و نیکبختی آرزو می‌کنیم.